دیگری که مثلا در رابطه با پانتوریزم صورت میگیرن هست. یک در یک برآمدهایش پرزیدنت ترکیه اردوغان هم گفته بود که من میراثبر افراسیاب هستم. درست؟ میراثبر افراسیاب هستم. این برای اهل فهم یک درس خیلی کلان است که این چی بخواهد. افراسیاب از اون در تعلیمات هایی که اگر پانتورکی هستند این واقعیات میشن الارتونگ شما میدونید مثلا هر یک در سلجوقیان درست داشتن. در قراخانیان این یک لقب افتخاری الارتونگ و میخوتید خواهد کسایی که شیرگی هستن دعوا میکنن با که الارتونگ. اردوغان گفتنی هست که گذشته من با افراسیاب میروم. خب وقتی گذشته باید با افراسیاب شاهی چی است؟ توران. درست توران. پس اینو همون خب گیریم همون قصه فردوسی رو باید میبرن بحث ایران و توران. درست است؟ بله اینا با میپن با توران. خب حالا ما در این بحث نمیکنیم از اون که توران چی مشکلی داشت، ایران چی افضلیت داشت. درست؟ بله با همین قید میکنیم که از اون بعدی که سامانیان برهم خوردن اینا اومدن ترک‌ها در آسیا مرکزی در اونجا عموما در موران خراسان بسیار اثر پیدا کردن و اون دوره که وقتی که اردوغان میگوید که خب سلطنت ها پیشین ما سر میکنند مثلا میره از خاقان ترک آغاز میکنند تا غزنویان و قراخانیان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان هم خیلی میآید تا اینجا. درست؟ بله بعد ما با آسیا مرکزی مخصوص آسیا میونه وطن گذشته ترک‌ها بودن. این دعواشون خاقان ترک است که شما در تاریخ میدونید که یکی از چیزهای اساسی که زیر دولت چی بود؟ ساسانیان بود. درست است؟ بله خوب این خاقان ترک و قراخانیان غزنویان سلجوقیان خوارزمشاهیان اینجا که میان و اینجا میآین دعوا میکنن میگه در آسیا مرکزی هر چی بودن از ما بودن. بله مثلا تاریخ خلق تاجیک اگر نگاه کنید بعد سامانیان از اون با کم کشورهای که تاجیک داشته یا نه. دولت عثمانی، امپرای بابل، امپرای تیمور، دولت التناک، خوارزمشاهیان، امپرای سلجوقیان، غزنوی ها. پدر بینید قراخانیان. بله دخترم وی هم دولت بزرگ ترک